سلام به همه، امیدوارم حالتون عالی باشه، همه چیز بر وفق مراد. من دندون ندارم، دارم میرم دنبال سپیده که با هم بریم باشگاه انقلاب یه ذره پیاده روی کنیم، با اینکه علیرغم میل باطنی، ولی چون سپیده دوست داره دارم میرم پیش. توی این ویدیو دوست دارم راجع به این باهاتون صحبت کنم که بدقولی توی کارای، یعنی همین الان من چون از اون فضا اومدم بیرون میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم. ما تصمیم گرفتیم یه تغییراتی روی گچکاری خونمون انجام بدیم و به خاطر این با یک گروه تازه نفس شروع به کار کردیم. یعنی یک گروهی که تازه شروع به کار کرده و تازه داره پا میگیره و از این بابت که خورده حرفه‌ای رفتار نمی‌کنن. مثلا کارو به موقع تحویل نمیدن، آن تایم نیستن، پروژه ها رو دقیق و ظریف کار نمی‌کنن. این کارا که ممکنه پیش بیاد، یعنی این اتفاقات ممکنه پیش بیاد به هر تقدیر توی تعمیرات و اینجور مسائل. همیشه بدقولی اتفاق میفته، یا مثلا توی مبلمان و اینا این اتفاقا هست، بدیهیه. ولی چیزی که منو درگیر این ماجرا میکنه اینه که منم مثل خیلی از شماهای دیگه یک روحیه والد دارم. یعنی من والد والدینم هستم. خیلی همون درگیرشیم توی این زمونه، توی این بر هست تاریخ، به خاطر اینکه والدین ما به موقعش، یعنی تو زمان خودشون هم خودشون والد بودن و الان به خاطر همین نمیتونن اونقدری که باید تسلط داشته باشن روی امور و بچه هاشون به حمایت از اونها وارد درگیری هاشون میشن و در واقع میشن پدر مادرشون میشن. از شبه خدمت شما که خانواده هایی که از یعنی وقتی که بچه میارن توی یه جو متشنج و پر استرس و پر التهابی اون بچه بزرگ میشه، یه جایی باید براش عادیه. خب مثلا بحث و جدل اینطوری که اوکی آلردی باید پیش بیاد دیگه، یعنی هیچ اتفاقی بدون تشویش و بدون دردسر و بدون ناراحتی و نگرانی پیش نخواهد رفت. در مورد من هم گاهن همینه، تشویش و اینا بوده ها، ولی جنگ و دعوا و بی‌ادبی و بددهنی نبود. و اونجایی که من پور حسینی آلردی جنگ طلب و بی‌عصابن، اینجوریه که خیلی یار جنگی هستم و میگردم دنبال مسائلی که مثلا بر خانوادم پیش میاد و اونا رو حل میکنم. حالا بین دعوا من برم ببینم، پیگیری کنم ببینم چی شد، یه دقیقه بچه‌ام ببینم در چه حالن. خب من یه دعوای لفظی داشتم، برگشتم عرض میکردم دیگه خدمت شما. و خب این سختی هایی که ما داریم مضاعف میکشیم به خاطر اینکه جای همه داریم زندگی میکنیم و جای همه داریم به مسئولیت هایی که بقیه باید در واقع عهده دارش باشن هم فکر میکنیم. بالاخره دارم میرم دندونم درست کنم. استرس که نمیشه گفت چون خیالم راحته، ولی هیجان زدم. خانم دکتر ببخشید شما چجوری عصبی میشین؟ میشه به من بگی؟ من هر چی گفتم شما درستش کردین. چجوری عصبی میشین به من بگین؟ ما توی دنتال لند واسه بیمارامون
عصبی نمیشیم، چون اولویت ما رضایت بیمار ماست. آشه احساساتی شدم. من آخه مثلا هر چی میگفتم، من الان یه جای به بعد دیگه اصلا دندونام برام مهم نیست، میخوام ببینم چجوری میشه خانم دکتر است. خیلی متشکرم، خیلی خسته نباشی، خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد، خیلی متشکرم. خب من داشتم نگاه میکردم بحثمون نصف کارمون توی اون ویدیو. آرزوام خدمت شما، آره خیلی اوقات پیش میاد که ما مثلا توی زندگیمون مسئولیت بقیه آدما رو هم گردن میگیریم فقط به خاطر اینکه بقیه اذیت نشن، ناراحت نشن از دستمون. و خب یه سری از این مسئولیت ها انکار ناپذیره، یعنی بالاخره اگر هم کار رو انجام ندی عزیزانت واقعا ممکنه ناراحت بشن یا براشون دردسر درست بشه. در این مواقع شما هیچ کاری نمیتونید بکنید جز اینکه واقعا گردن بگیرید اون کار. و در مورد ما توی خونه ما هم همینطوری بود، یعنی خیلی اوقات من و خواهرم والدینمون بودیم و به نظر من تا یه جایی اصلا ایرادی نداره، ولی یه جایی به بعدی که تو به جای مثلا زندگی کردن جای خودت و به جای خودت، یعنی توی حرفت، توی لحظه های خوبه، توی لذت ها، باید به جای نفر دیگه هم زندگی کنی، مسئولیتاشو بر عهده داشته باشی، حتی به تفریحاتش فکر کنی، به لذت های اون فکر کنی، به اینکه بذار من یه کاری بکنم که در واقع سنگینی بار یک مسئولیت روی گردن پدر مادرم نباشه. این تا یه جایی فکر نمی‌کنم بد باشه فقط، ولی تا همون جایی که تعریف شده به عنوان مسئولیت فرزندان توی خانواده، یه جایی به بعد دیگه اون بار مضاعف روی شونه‌های بچه هست و این خودش هی تروما میسازه، هی گره میسازه، هی طرحواره میسازه و در بلند مدت احتمال قریب به یقین باعث بروز اختلالات میشه. دیگه همین دیگه. خلاصه خواستم بگم که ببین رفیق، اگه تو هم والدینتی، اگر تو هم نتونستی اندازه خودت زندگی کنی توی این جغرافیا، تو دوست خوب منی، چون هممون تقریبا الان اینطوریم و مسئولیت چندین نفر رو الان در واقع تنهایی داریم بر عهده میگیریم که فقط این چرخ زندگی به چرخه و دو فردا دیگه وقتی تو آینه نگاه میکنیم به خودمون بگیم ای باریکلا دمت گرم، تو جای چند نفر زندگی کردی. خلاصه که اینم از ویدیو بعدی راجع به برنامه ریزیه. من یادتون باشه چند وقت پیش یه ویدیو داشتم راجع به 5 صبحیا که من دیگه الان 5 صبحی نیستم به خاطر شکل زندگیم که تغییر کرده و یه خود در اولین فرصت اگر برگردم به روتین همیشگیم قطعا مجدد 5 صبح بیدار شدن رو انتخاب میکنم. ولی توی کامنتاتون نوشته بودیم که راجع به برنامه ریزی ویدیو بساز. چشم. ولی برنامه ویدیو یعنی حرفایی که از برنامه ریزی میخوام بزنم شاید یه خورده متفاوته ولی خالی از لطف نیست. خیلی دوستتون دارم، مراقب هم دیگه باشین. خداحافظ.